لقمان خیلی آدم عظیم القدری بوده. یه سوره در قرآن به نامشه. ایشون یه روزگاری برده بود، از مردم سودان مصر بود و سیاه پوست بود و قیافه ای نداشت. گرفته بودنش به غلامی، پیش یه اربابی کار میکرد. یه روز یه خربوزه نوبرانه برای ارباب آوردن. ارباب علاقه‌مند به لقمان بود. لقمانم دنیایی از ادب، کرامت، شخصیت و عظمت بود در عین برده بودن. خود ارباب خربوزه رو پاره کرد. یه قاچ خربوزه داد به لقمان، با نشاط با لبخند خورد. دومیرم داد، سومیرم داد، یه چند تا قاچ بهش داد. همه رو با شادی، با نشاط، با خوشحالی، با لبخند خورد. بعد قاچ اولی رو که تو دهن خودش گذاشت، دید مثل زهر مار تلخ، از دهنش ریخت بیرون. به لقمان گفت این چند تا قاچ خربوزه‌ای که به تو دادم شیرین بود؟ گفت نه، تلخ بود خیلی. گفت چرا هیچی نگفتی؟ گفت برای این که چند سال من پیش تو هم به من لقمه شیرین دادی، حالا برای یه لقمه تلخ امروز چهره در هم بکشم، اظهار ناراحتی بکنم؟ احسان خدا نسبت به تک تک ما دائمیه، ولی من یه مقدار عجول و کم ظرفیتم. به یه بیماری، به یه سردرد، به یه دندون درد، به یه مشکل مالی که میخورم، مستقیما از پروردگار گله من میشه که تو توانایی، تو قدرت بی‌نهایتی، چرا نگاهی به من نمی کنی؟ چرا منو بچه دار نمی کنی؟ چرا گذاشتی بچم بمیره؟ اگه ما آگاه به پشت پرده حوادث بودیم، میخندیدیم، شاد بودیم، به جای گله من شدن.